او در 20 سالگی هم تقریبا همین قیافه را بدون موی سفید داشته است. هنگامی که او به براید ریور رسید از قطار خبری نبود. او فکر کرد که خیلی زود رسیده است، بنابراین اسب را در محوطه هتل کوچک براید ریور بست و به سمت دفتر ایستگاه رفت. سکوی طولانی ایستگاه تقریبا خلوت بود و تنها موجود زنده‌ای که به چشم می‌خورد دختر بچه‌ای بود که در انتهای سکو روی تخته‌ها نشسته بود. متیو بی توجه به آن دختر به سرعت از جلوی او رد شد. اگر هم او را میدید معلوم نبود متوجه حالت انتظار آن دختر بچه شود، اما در واقع آن دختر منتظر چیزی یا کسی نشسته بود. متیو وقتی با رئیس ایستگاه روبرو شد که او در حال آماده شدن برای رفتن به خانه‌اش برای شام بود و از او درباره قطار ساعت 5:30 پرسید. مأمور ایستگاه فوراً جواب داد: قطار ساعت 5:30 رسید و نیم ساعت پیش هم رفت، اما مسافر شما که یک دختر بچه است پیاده شد. او آنجا روی تخته‌ها نشسته است. از او خواستم در سالن انتظار زنان منتظر بماند، اما او با متانت گفت که ترجیح می‌دهد تا بیرون منتظر باشد و در فضای بیرون بهتر می‌توان خیال پردازی کرد. به نظر من او یک مورد خاص است. متیو که بهت زده شده بود گفت: اما من دنبال یک پسر بچه آمده بودم. خانم اسپنسر قرار بود از نووا اسکوتیا پسر بچه برایم بیاورد. رئیس ایستگاه مشغول سوز زدن شد و گفت: فکر کن کجای کار اشتباه شده است. خانم اسپنسر به همراه دختر بچه از قطار پیاده شده و او را به من سپرد. او گفت که شما و همسرتان دختر بچه ای را از یتیمخانه به فرزندی قبول کرده اید. الان هم شما دنبال او آمده اید. این تمام اطلاعاتی است که من دارم و هیچ بچه یتیم دیگری هم اینجا پنهان نکردم. متیو با ناامیدی در حالی که آرزو می‌کرد کاش ماریلا اینجا بود تا با هم فکر کنیم چه کار باید کرد گفت: من که متوجه نمی‌شوم. رئیس ایستگاه با بی‌توجهی گفت: بهتر است که از خود آن دختر بپرسید. من مطمئنم که او قادر به توضیح این مسئله است. شاید یتیمخانه پسری نداشته تا به شما بسپارد. او با بیخیالی و گرسنگی از آنجا دور شد و متیوی بیچاره تنها ماند و با خود فکر می‌کرد که چگونه پیش آن دختر غریبه و یتیم برود و از او بپرسد که چرا او به جای یک پسر بچه نیامده است. آنقدر این کار برای او سخت بود که فکر می‌کرد قرار است با شیری در لانه‌اش دست و پنجه نرم می‌کند. متیو کمی عقب رفت و بعد در حالی که این پا اون پا می‌کرد غرغر کنان به سمت آن سوی سکو نزد